أين الرجال؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. به نام الله، ستایش مر الله را، درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانش و کسانی بود که به ایشان پیروی کردند. شهادت می دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. اولین کلمه به پایان کلید اولین دعوت می باشد. این کلمه بخوان است. اولین کلید دعوت اسلامی بخوان می باشد. این اولین سخن است که به قلب پیغمبر محبوب ما محمد صلی الله علیه و سلم از جمله کلام الله نازل شد. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ابن کثیر در تفسیر خیش درباره این سخن چنین گفته است: اولین چیزی که از قرآن نازل شده بود سخنان این آیات مبارک است. اینها ابتدای رحمتند که الله به واسطه آن به بندگانش رحم کرد و ابتدای نیکی هستند که به آنها عطا کرد. این سخنان به پایان کلید اولین دعوت اسلامی، ابتدای وحی و ابتدای دعوت می باشند. وقتی که آنها به سوی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل شدند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم نزد همسرشان خدیجه رضی الله عنها برگشته همراه به نزد پسرمک خدیجه ورقه ابن نوفل رفتند که وی در زمان جاهلیت نصرانی بود. او نوشته می توانست و با خواست الله به زبان عربی انجیل می نوشت و پیرمرد پیر و نابینا بود. خدیجه گفت: ای پسرمکم، پسر برادرت را گوش کن. ورقه گفت: ای پسر برادرم، شما چی می بینید؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم به او چیزی دیدهشان را خبر دادند. ورقه گفت: این ناموس بود که بر موسی فرستاده شده بود. ای کاش من جوان می بودم و زمانی که قومت تو را پیش می کند زنده می بودم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به او گفتند: آیا آنها مرا بیرون می کنند؟ ورقه پاسخ داد: بله، هیچ کس این گونه پیام ها را نگرفته است مگر که به دشمنی دچار شده است. اگر آن روز را ببینم تو را دستگیری خواهم کرد. این کلامی تا روز قیامت به پایان اولین کلید و افتتاح دعوت به اسلام است. إلى يوم الدين أول مفتاح من مفاتيح الدعوة الإسلامية. اقرأ بخوان به نام پروردگارت که آفرید می باشد. پس بخوانید ای مسلمانان. ترجمه حال پیامبر صلی الله علیه و سلم را خوانید. درباره کار دعوت و تشکل آن خوانده، با خواندن و تمرکز با آن شناس شوید. شاید بعد از فهمیدن چیزی خوانده‌مان ما به درجه عمل کنی به چیزی خوانده‌مان برسیم. راه دیگری برای رشد این امت جز خواندن معلومات درست و درک درستی آن برای ما وجود ندارد. من به شما و در نوبت اول به خودم کلام بی پایان و کلید دعوت را وصیت می نمایم. به الله برای خودم و برای شما استغفار می گویم. الله لي ولكم والسلام عليكم.